جهان قدیم مردم برای درک فصل‌ها و پیشبینی بارون به آسمون نگاه می‌کردند. ستاره‌ها تقویم بودند، راهنما، نشونه و زبان طبیعت. همین نقطه‌های نورانی به انسان میگفتن کی باید بذر بپاشه، کی سفر کنه و کی منتظر بارون باشه. این پیوند بین آسمان و بارندگی فقط مختص ایران هم نیست. در اسطوره‌های جهان هم تکرار شده. مثلا در مصر باستان آسمان نوت نام داشت و زمین گب. میگفتن هر بار که بارون میباره لحظه‌ایه که این دو عاشق قدیمی دوباره همدیگه رو لمس میکنن. خدا عطا مورخ نجوم از منظر اسطوره داستانی رو تعریف کرده. تیشتر یا ستاره شباهنگ پرنورترین ستاره آسمان شبه که طلوعش همزمان با انقلاب تابستانی صورت میگیره. یعنی در ابتدای فصل تابستان نوید بارانهای بارانزای فصل پاییز رو میداده. این بر اساس یک روایته و بر اساس روایت دیگه اگر که جغرافیای شکلگیری این اسطوره در مصر و یا هند بوده باشه، از همون ابتدای تابستان فصل باران شروع میشده و در نتیجه در همون موقعیت زمانی نوید باران رو میداده. به هر حال در اسطوره‌های ایران باستان به عنوان ایزد باران شناخته میشه و درجه اهمیتش در حد اهورامزدا، خدای نیکی ها هست. در واقع داستان بر سر اینه که تیشتر باید در ابتدا به جنگ با دیو اپوش میرفته و بعد از جنگ با اپوش هم باید به نبرد با پری دوژیانیریه میرفته. نقش این پری در واقع جادوگر سال بدیوم بوده که خب در ابتدا از اپوش شکست میخوره و بعد به یاری اهورامزدا برش پیروز میشه. از ابتدای اون شبی که در آسمان رویت می شده به مدت 30 روز در اسطوره ها ثبت شده که به 3 پیکر متفاوت دیده می شده. پیکر اول پیکر مرد جوان و پیکر دوم پیکر گاو زرین شاخ و پیکر سوم پیکر اسب سپیده. بعد از این به جنگ با اپوش میره و به یاری اهورامزدا پیروز میشه و بعد از پیروزی دریا رو به جوش و خروش وامی داره. ابر از دریا بلند میشه و بارون میاد. حسین صافی، عکاس و فیلمساز بوشهری. تو خونه‌های بافت قدیم بوشهر که عکاسی می‌کردن سالهای نسبتاً دور، یا آقای خودش تنها زندگی می‌کرد، پیرمردی بود تک تنها. یه روز شروع کرد دیگه بام صمیمی شده بود حرف زد. از جمله حرفاشی بود، گفت که یه روز مادرم بهم پول داد، گفت برو نون بخر. گفت هاتون دادم به نونوایی، گفتم اینا نون بده. گفت مثلا به جای اینکه 10 تا بهم بده 11 تا بهم داد. گفتم یکی اضافه دادی. گفت چطور؟ چند تا میگفتمش 11 تا. گفت درست دادم. گفتم با 5 قرون دادم میشه 10 تا. یه نوبابم نگاه کرد گفت می تو خبر نداری دیشو بارون زده ها. حالا کار نداریم از روحیه سپاسگزاریش به جای خود که حالا خداوند متشکر این نعمتو به ما دادی، ما هم در ازاش انفاق میکنیم. این خیلی قشنگه، خیلی لطیفه.